بیاین بعد از خدا نزدیک کنین. جنگجو دلم است که بین اساکر داخل شوم. به خاطر گرفتن گردن بند این بار وضعیت جدی است. تو سر خدا از دست خواهد دادی. گوش که چی میگم؟ اگه او قماندان از بین بردی به ایمانا که یک جنگجوی واقعی میشی. وضعیت چگونه است آگی؟ وضعیت خوب است قماندان. همه چیز طبق پلانت است. متوجه آجین باشی. فهمیدی آگی؟ دلت جمع باشه قماندان. جای ما امن است. آجین هم خوب است. رئیس واسطه تاسم ما بالایش باور نکو. تو چی میگی رئیس؟ چرا واسطه ما باشه؟ دانت بسته که قماندان از بین ببر. اگر کشته نتانی جنگجو هم شده نمیتانی. یک اوسی باید اگه عثمان رخصت بتیم. طفلش تقریبا 1 سال شده. راست میگه. باید وقت رخصت میدادیمش. وقت برگشتیم به یادم بیار. فهمیده شد یا اوزیک؟ عثمان بله قماندان صاحب. منتظر چی هستی؟ ما شرف شربته. میفهمم ما وقت شده اما به قرارگاه که برگشتیم در روز به رخصتی میری. طفلت دیده پس می. زنده باشی قماندان صاحب. خب صحتش چطور است؟ ازش خبر داری؟ خدا را شکر خوب است. حالا دیگه فایر کو. آه ماشاءالله مثل شیر است. گفتم ما شرف شربته. وزن شیر دوشیدن گاو نیست. مربته زینار قماندان بیفایده دل خود خوش کرده. خداوند عمر رو دراز نصیبش کنم. انشالله یک اولاد نیک بابا. عثمان موضوع بگی. نشان زنم قماندان صاحب. موضوع بگیره قماندان صاحب. موضوع بگیره. عثمان چطور است قماندان صاحب؟ عثمان موضوع بگیر. ای احمق از جان خود سیر شده. عثمان مرمی خور.
میخوایم زنده یا مرده میخوایمش. او احمق از کجا فایر میکنه؟ فاصلش از ما تقریبا 200 متر است. دست قامت 11 در طرف راست کوه. از پایین ببره شاهید. فایر بس کن حسن. ای به خاطر عثمان. نشوندن از بنده. زود فایر کنه. گردن بندش نیست. خاطر شهید ما غمگین نباشه، گریه هم نکنه، سرتان پایین نباشه، سرتان رو بلند بگیرین، چرا که عثمان در مرتبه است که به خاطر همی بیرق شهید شده. شیرها گریه نمیکنن اسکر. ایشی وضعیت است. دیشب بار اول آمر صاحب در خواب دید قماندان صاحب. خب بگن آمر صاحب چه قسم دیدی عثمان؟ در وقت رفتن ما بقب میمونه قماندان صاحب. و خطا بودم که پس ماندیم. یک بارو باهستگی مرا لمس کرد. روی ما دور دادم دیدم که آمر صاحب در مقابل من با تبسم خوش برم گفت و خطا نباش با هم یک جا پیش دوستایت میریم. چقدر خوب بگن ما را هم در خوابت دیدیم. خدا خوب کنه عثمان. آمین قماندان صاحب. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sakın onlar ölüdür demeyin. Onlar diridirler. عثمان فعلا تنها در یک جای نه، در هر جای است. شهدا احساس مرگ نمی کنند. خداوند با اونا یک زندگی میده که فکر میکنند بین چیزی که میخواین هستند. از او خاطر عثمان بعد از دیگه مشغول یک کار همراه ما.
خود را مشغول میدانم. اسم که گفتم او در بین ماست، ماننده قلب پاک سوزان مادرش که هیچ خاموشی نداره. در قلب وطن هم او همیشه زنده است. او پشت ما دق میشه، ما پشت او دق میشیم. مادر که در قلب طفل نوزاد خود است. متاسفانه که عثمان بیادر ما در مقابل شبکه بزرگ تروریستی که با بازی های کثیف خود از انسان ها استفاده میکنند، با مرمی های به انصافشان به شهادت رسید. دین ما یک، تقدیر ما یک، زندگی ما یک. در جغرافیایی که زندگی میکنیم شرایط یکی است. چرا و به چه خاطر؟ هیچ چیزه نفهمیده. بالا یکی دیگر مرمی فیر میکنن و از بین میبرند. همه ما به حیث یک عسکر به کسی که سلاح به دست گرفته و مانع قهر خود شده نمیتونه، مجبور هستیم که ایستادگی کنیم. وقتی که دست خود به ماشه میبریم، اگه قلب ما خون هم گریه کنه، مجبور هستیم به ظالم بس بگوییم. سلاح ما به اثر خونگرمی ما نه، به خاطر وظیفه ما بالای اونا فیر میکنه و تصمیم ما هم تا آخرین قطره خونه که در بدن داریم است. شفقت و مرحمت ما همیشه در مقابل بی‌انصافی و بی‌عدالتی به اندازه که استادگی میکنیم استوار است. به هیچ وجه عقب نشینی نکرده، بدون ترس به طرف مرگ رفته. یک اراده قوی و مستحکم داریم. جرأتت قابل تقدیر است. تنها با کشتن کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه. باید در دلشان ترس ایجاد کنی. فهمیدم. آفرین جنگجو. حال رفته میتونی. بچه‌شم قماندان. یاد میگیری که مثل یک جنگجو چه قسم زندگی کنی. اینجا دیگه یک قسم حق زنده ماندن نداری. وقتی که همراه قماندانت گپ میزنی سرت یک قسم بلند میگیری. باید شروع به کشتن کنی آژین. قانون ما را میفهمی نه؟ ای بار نشد زنهار قماندان، اما بار دیگه حتما موفق میشم. رهبریت به خاطر مجلی اروپا اکسای نو از ما خواستم. این کار یک جنگجو نیست. دی ماهر استی، اما باید ویدیو و فیلمون بگیری. تنها با عکس گرفتن جنگجو نمیشی آژین، فهمیدی؟ تا وقتی که رحم و دلسوزیت از بین نبردی هیچ کس از بین برده نمیتونی. او طفلم دیگه فراموش کو. تو یک دعوا داری دیگه. همراهی طفل پیروز شده نمیتونی. به شکل پنهانی تو به دیدنی او میری. نه خیر قماندان، هر کی گفته دروغ گفته. دروغ نگو آژین. او طفل فراموش کو. اگر این مرگت از خاطر او خواست شد، این وضعیت به سازمانم ضرر میرسانه. به خاطر دیدن طفل سازمان ما را به خطر مندازی. بار دیگه به دیدن او طفل نمیری، فهمیدی؟ اگر نه جزا را بالای تو هم تطبیق میکنم. جزا بده. منتظر چی هستی جزا بده؟ بدون دیدن طفلم که زنده باشم یا نباشم برام فرقی نداره. شما میره بفهمید هیچ کس طفل ما هیچ قدرت فراموش ساخته نمیتونه. یا که شما و ما اجازه میدین که طفل ما ببینم؟
یا که مرا فراموش کنید. با خود بیاجی. گم شو بیرون برو. مقبول استی اما لوده استی لوده. رویدا تو با قماندان گفتی نه؟ تو چی میگی آشین؟ خدا به خبر ننداز. تو یه همه با قماندان گفتی که ما با دیدن طفلم میرم. ها؟ چی شده ما گفتیم؟ تو مرا میکشی؟ حالا منتظر چی هستی آشین؟ اگه ضرورت شوه میکشمت. پس اگه بین ما و طفلم بیایم میکشمش، فهمیدی یا نه؟ برا مچت یاد نگو. بین سازمان و طفلت مجبور هستی یکی را انتخاب کنی. زندگی ما طفلم است. طفلم تا حالا نفهمیدی چطور؟ بیفایده کوشش میکنی زنهار قماندان. آژین هوشیار نمیشه. ارزش شما را هیچ نداره. آژین آرامبان رشدا. بعد از این نبا زبان نبا دست اذیتش میکنی. من از این میترسم که رهبریت از موضوع با خبر نشه قماندان. ای با ما تهدید است ها؟ نه خیر قماندان، غلط فهمی شده. خیر باشه. من میفهمم چی کنم. تو دخالت نکن. شیار استاب شو. گفتم دخالت نکن میکشم. استاب شو برو شیار. بالا. تو برو. شیار قربانه چرا نکن. لیلا پشت من شیار بیا. استاب شو. خورنا شیار اگه پناه میفهمی دختر. بار خوب اگه ما گوش کو هه بعد بشم نبودم. یا پناه میفهمی. لیلا حالا ما کتف میفهمم. ما چرا رهایش کن. رهایش کن. شیار حالا بیا. او را رها کن. بیا دگا. شیار ایشو که رها بریم. کن. او بیگناه. حالا شیار برای. شیار خیره قسم نکن. در قاره خدا شوی. یک هفته شد چرا نمی آمدی؟ نمیفهمی امروز آژین به دیدن طفل خود میآید؟ نمیفهمی که خواهرم منتظر طفل است؟ او بهتر سرهاش ما کنید. ببینید عقلتان از سرتان بگیرید. لیلا طفله میبره. هر کس در این خانه وظیفه خدا بشناسه. فهمیدین؟ ببین بعضها هنوزم وضعیت خانه را درک نمیکنن بچیم. بی لیلا چیزی که من بگم هم تو میکنی. طفله بتیش. کاکا ما گپ نزن لیلا. منتظر طفله است. چی گفتم؟ حالا طفله بتیش. بگی خوشی جان حالا دگه یک چای دم کو که بنوشی. بیا که بریم زود شو. درست است میرم دگه. یاسمین دخترم. یاسمین دختر قندم. یاسمین حرکت کو چی میکنی مامش؟ منتظر چی هستی؟ رود کو عجله کنین حالا نگه سر به این لحظه تو چرا کار احمقانه میکنی؟ در پشتت مرمی میخوره چرا نمیفهمی؟ رود کو حرکت نشانه کالایتا نشانه پولیس نیست نشانه اردو نیست فهمیدین؟ تو ماندوز مثل جلیل جان ما را کشید. یعنی که مانده نشده. آفرین به شما. رود بس از آمر صاحب درست است که ما از خاک ساخته شدیم اما اینقدر با خاک دوستی نکنیم آمر صاحب. حرکت تو بکنیم خدایا. خاک کوه ها به خاطر شغال ها اونا زیر خاک میشن. گپ ما فهمیدین؟ اسکر زیر خاک نمیشه. انسان زیر خاک نمیشه. شغال ها بارها خائنی تروریست ها. بلند شوین
شایگرد کینگرد اولاد عثمان امروز بسیار غمگین شده. اگر فردا روز مقابلتان استاد شوه بگوی کاکا که تو دوست عسکری پدرم بودی. وقتی بگوی او تروریستا تا حال زنده هستن شما نمیشرمین. چی خوب که تمام باشد تا وقت از بین رفته باشن. گپ ما فهمیدین؟ کمک کنین، کمک کنین، کمک، قربانتان شم، کمک کنین، برتان حضور میکنم، کمک کنین، دختر من نجات بدین، کمک کنین. استاد شو. قربانتان شم، کمک کنین. استاد شو. گفتم استاد شو. کمک کنین. زانو بزن. خیره کمک کنین. گفتم تکان نخوری. چی گپ است شیرم؟ قماندان صاحب کمک کنین. سرش صدا کردم استاد نشد. انسان کم از عقل خود استفاده قماندان میکنه. صاحب کمک کنین. حالت او را ببین. حتما یک مشکل داره. قماندان صاحب شاید اندهار کننده باشد. یاسمینم میموره. او را نجات بدین، او را نجات بدین. بلند شو خواهر. کمک کنین. بلند شو. بلند شو خواهر. کمک کنین. قماندان صاحب او را آرام کمک باش. کنین. آرام باش. قماندان آرام صاحب باش. او تو را چی کمک می‌خوای؟ کنین. آرام باش، رسیدیم. بس که دیگه رسیدیم. تحمل که یک دانه. آرام باش مقبولک. بس رسیدیم. آه عزیز مادر جانم بیا جانم. آه قند مادر، آه گل مادر، مادر قربانت شود جانم. مادر قربانت شود یک دانه. هی آژین جا دیدی؟ نه خیر نه. ندیدمش روژده. قماندان دلهار آژین فرار کرده. گپ شما را نشنیده و دیدن طفل خود رفته. آژین دو نفرم راید بگی و بیارش. میفهمی که کجاست؟ مخابره رم راید بگی. درست است قماندان. برو دیگه. کدام فکر رفتی رفیق؟ چیزی نه بیادر. کم فکر عثمان رفتم. میگم که نبیا مادر. گپ مرا گوش کو قربانت شو مادر جان. اتاق مخابره نیست، اتاق پیسیوز. گپ بزن مفگیر کردی. تو اینجا چی میکنی مادر جان؟ اینجا سنگو کو است. بس کو ممش بس کو. قطع کو تو چی میکنی؟ آمرسا جلیل هنوزم در بیرون است. اگه بیای به خدا که جزایی میشیم. بیازو مسئله باروت است. هر لحظه امکان داره که منفجر شود. کمی تحمل کو بیادر جان. هنالی خلاص میشه صبر کو. چرا قدر وقت هستی؟ عجله کو زود باش. ترا نمیگفتم مادر جان. امروز دوستم گپ میزدم. خواهر اگه بشنوی آگیر چی چیزایی میگه. خانم هایی که از سازمان فرار میکنن اساکر بالایشان تجاوز میکنن اگر به تو ضرر برسانن یا اگر گپای آگیر راست باشه. جمال فکر میکنی خواهرت اینجا دم نست؟ هیچ نمیفهمم که در اینجا چه جریان داره. فردا روز با ما این کارا نمیکنن. اون وقت چه خواهد کردیم؟ تو چی میکنی؟ اما قسم ایستاده میشی؟ اون وقت رو مزبر نخواد بردم.
چی میگی مادر جان؟ اینجا چی میکنی؟ چی میخوری؟ چی میپوشی؟ لطفا نبیا مادر جان، از تصمیمت منصرف شو. فدات شو مادر جان، اینجا بوده نمیتونی، اینجا خانه مانه نیست. هی ممیش بس کو دیگه. بله مادر، ما خوب است مادر جان. تو دوباره به قریه برگرد، اینجا نبیا. بله مادر، لطفا این کار نکن، نبیا. مادر چی اسکر؟ یا که پشت مادرت دک شدی؟ ای دیگه کی است؟ قماندانی مرکزی کارپنارش. اسکر دولتی، خوب گوش کو. بیرون برای مامیش. کی هستی؟ ما جهنم تو هستم. گفتم بیرون برای. در نتیجه عملیات بین نظامیان و مخالفان یک عسکر ما شهید شد. همچنان یک تروریست هم از بین رفته. گفته شده برای تعقیب مخالفان یک عملیات وسیع انجام داده شده. جنازه شهید عثمان به ولایتش به قونیه ارسال گردید. شهید عثمان ارسلان بدون اینکه طفل 25 روزه خود ببینه جام شهادت را نوشید. انا لله و انا الیه راجعون. اما قدر بود، خیر و خلاص. حال دیگه وقتش رسیده که سنگ و کوره هموار کنیم، اما ما در جای خود شیشتیم. آمر صاحب، در مغاره های کویسیا را پور 2 نفر تو رئیس بر ما رسیده، هنوزم در خط است. صبر کو. بله درگاه مشر جلیل هستم. قماندان، اشخاصی که امروز اسکرتان شهید ساخته در مغاره کویسیا خوشی میکنه. دخترم، قند مادر، نجات پیدا میکنی. یاسمین، دخترم. یوزی اگه اوسی هستم. چه قاتل شهید ما رو تزدید کرده؟ زهرا؟ زهرا؟ بیادر، پشت زیاد دق شدیم خواهر جان. ما پشت دق شدیم بیادر جان. یوزی اگه اوسی جوابته. راپور مثبت گرفتیم. با تفریح میبراییم. منتظر باشین یا وسه، حرکت نکنین. به تفریح هم نره. فهمیدن ازوتی آواز یک دوباره تکرار کنین. تفریح نمیرین یا وسه، برآمدن نمیتونین. منتظر ما باشین. قاتلین عثمان پیدا شد و ما هیچ کاری نمیکنیم. این چه قسم کار است؟ عمر! بیادر قماندان اجازه عملیات نداده. عمر! کجاستی عمر؟ کجاستی؟ بفرمایین قماندان صاحب. قاتلین عثمان پیدا کردیم شیرم، اما اجازه نمیتن که حرکت کنیم. باید منتظر باشیم. طفل کوچک عثمانی را قبول میکنه ها؟ تیم آماده که ظرف 5 دقیقه میبراییم. بچشم قماندان صاحب. حالا عجله کنین، بلند شوین، عملیات میریم. عجله کنین، قاتلین عثمان پیدا شده. قماندان جلیل مثل قوق گشته. زود کنین، براین زود باشین. عجله کنین، زود باشه. حالا عجله کنین. خدای ترسده دلم جان نده، دستم تکان نخوره. قماندان امر عملیات نداده. در جنجال میمانیم، خدا خیره پیش کنه. بیادر آمر صاحب جلیل است دیگه. وقتی که جای او ظالم رو بفهمه او کجا منتظر امر میباشه. تو چی شده بیادر جان؟ تو چرا آدم های حساب خراباری و افوف میکنی؟ پرسان نکو بیادر، مادرم اینجا میایه. نفهمیدم، کجا میایه بیادر؟
اینجا میه بیادر تا وقتی که ترخیص نشم اینجا زندگی میکنه. اوی یعنی که بعد از این فکر 2 تقسیم میشه ها؟ حالا چه خواد کردی؟ اجازه عملیات نداره، همه را به اراده خودش میمانیم. قاتلین عثمان دم آقا را خوشی میکنن. کسی که میخواه بیایا، کسی که نمیخواه مثل زنه در جای خود بخوابه. انتقام عثمان گرفته، وقتش رسیده که روحش شاد کنیم. زینار قماندان، مخبر مسخره خبر روان کده. اسکر از او زبر آمده. اونا میخواین کجا برن؟ یا که آژین افشار شد باران، روزدان پیش اونا رفته، فوراً به او کمکشان کنه. آژین هم از اوجا بیرون بسازن. قبل از آمدن اساکر براین نمیخوایم مقابله کنن. قماندان، کمری عکاسی هم پیشش است. اگه به دست اساکر بفته رسوا میشه. اگه اساکر آژینم بگیرن او هم همراه کامره. روژدا جوابته میشنوی روژدا؟ مادر فدایت شوا قندم، ما بدون تو زندگی کردن نمیتونم. تو را چه قسم رها کنم؟ فقط که به ما آسان است. لیلا کم نربطی بیا نازدنی جانم، خندم شیرین اکرام. از اینجا میبینی باید که ما عکس میگیری. حالا مواد طفل ما بگی یک خاطره باشه. درست است. گرفتم. سازمان دیدن طفلت منع کده. چی خواد کدی؟ از بیچارگی به سازمان رفتم لیلا. دوای خونی بسیار بد است. کسی که ندیده باشه نمیفهمه. اما اگر سازمان ما نشوه زندگی نمیتونم. پس چی میکنی؟ اگه اونا طفلم از من بگیرن لیلا، رابطه ما باز از من از بین میره. تو دختر خوب هستی. 5 ماه میشه که طفل من دستای تو میبینم. اما تو هم به خطر مواجه میشی. اگه دستگیر شویم باز تو هم تروریست حساب میشی. میفهمم همین قسم است. بازم از کار نمیترسی با در این مدت طفل ما به ما میری. بیار زنده باشی. تشکر. یا الله. سرشان کدام بلای خونم یعنی؟ نه خیر. لیلا خود طفل امرای خود برد نه؟ ها؟ نه خیر. خوشو جان به لیاز خدا تو چقدر زن تشویشی هستی. برده تشویش نکو بردیش ها. چرا یه قسم خنده میکنی شیار؟ یعنی حالا دیگه دستا در جیبت ببر. تو چه قسم یک آدم هستی شیار؟ چرا؟ به خاطر بردن طفل به خیشنه دست خوشویت پیسه میگیری ها؟ بیبی اتو نکو خوشو جان، اتو نکو قلب من مشکنانی ها. اگه پیسه را بر خود بگیرم خدا و قرآن بزنیم. خوشو جان بیبی میفهمی بچه میگیرم. حالا دیگه مرا های
زیاد وقت شده باید برگردی آژین. اگر خوب نمیشه وقت جدا شدن است ها لیلا. کارت مثل شروع نباشه حسن. فهمیدی؟ چیزی که در دستت هست از دوست فارکو حسن. گرفته شدی اوسی، دلتان جمع باشه. آفرین. حالا دیگه آژین باید بریم. دیدی خدا میفهمم مثل طفل عثمان چندین طفل دیگر یتیم ساخته. یک مرنی کارتان جور میکنه. اطرافتان محاصره شده. سلاحایتان بندازه. تسلیم شده. متوجه باشید که مشیری نکنه. برو لیلا از اینجا برای. به خاطر گرفتن کمره اونا پیشت میآید. برو صبر نکو، من نجات پیدا میکنم. تو دیگه به آخر را رسیدی زن احمق. راهی نجات نداری. فایر کنی آژین از اونجا زوده بیرون نشه. چی میگونی حسن؟ نکار خدا شدی. بی جا کنه نمیگون مومنده. وقت با من فجر شده دیگه فرار کو. در فکر من نباش. آخ آمر جلیل، آخ آمر جلیل. یک بار خود گپ ما گوش کو، یک بار خود گپ ما گوش کو. دیگه شیرا. حالا مثل دنیا نوک پرتوشتون میکنم. خاطر عثمان. معذرت میخوایم. آژین نباید زنده بیرون شود.
هرگز جگه ما همراه با ما. حالا دیگه شیرم عجله کنید. حساب ازیر ازت میپرسم جلیل. دختر قندم خوب شدی جان مادر، تو را قماندان صاحب نجات داد. زهرا بیادر لطفا نرو بیادر جان. زهرا گریه نکن، برادرت پس میه. هیچ نمیخوایم نرو. خیریت از قماندان صاحب خوب معلوم نمیشین. یاسمین زیاد شبیه خواهرم است. زهرا خواهرم به یادم آورد. نام خواهر شما زهراست قماندان صاحب؟ او دختره را که تروریست اختطاف کرده؟ بس از دیگه اعصاب من خراب نکو. از اینجا نجات یافتن نمیتونی. تسلیم شو. راکت آماده کو شیرم. تسلیم شو اگه نیاز باید بری. یک لحظه فهم نکنید. تسلیم میشم. تسلیم میشم. لطفا فرد نکنید. استاد شو. دوستت کجا فرار کرد ها؟ ماما شاهین اونه بگیره. امردان با جامعه شد.
ما طفلا رو زیاد دوست دارم. نترس خواهر نترس، لباسا را به شستن آوردیم. خواهر کسی نبینه، قماندان جزایی ما میکنه. بگی پیسه لباس های قبلی. خب خدا حافظ. خدا از شما راضی باشه قماندان صاحب. هیچ تشویش نکن خواهر جان. خدا شما را خیر بوده. دختر من نجات دادی. خدا از تو راضی باشه. روز بخیر. خدا روز بخیر قماندان صاحب. روز بخیر. خدا حافظ. یوز یک یوزی مشنوان. از صفحه برگشتیم. یک شغال همراه ما که دیگه شان فرار کرد. فهمیده شد. یا واسه وقت برگشتم هم راید گپ میزنم. فهمیده شد. وای شیر بچه های ما، وای شیر مردای ما، خدا ازتان محافظت کنه. زنده باد اساکر ما، قربانتان شوم. خدا از سر ما کمتان نکنه. سلامت کلنگی، سلامتی. بخیر برید، بخیر بیاین. خدا کمتان نکنه. خدا ازتان راضی باشه. فقط که هیچ عسکری نکرده باشن، رفتارشان بیبی کج کورمان هستن. پیش ما بیاین که نظم نظامه برتان یاد بتم. خانم ها کجا هستین ها؟ ایسای کنین ها؟ هی تو همه قسم چکر بزن. چی شده؟ میفهمی که سر ما چی آمده ها؟ چی؟ اساکر به خانه آمده بودن. او میزگین اونا را به خانه آورده بود. نامشال سر زبان ها هست. دروغ میگه. یاسمین بیهوش افتیده بود. اساکر اگه نمی بودن میمرد. دختر کاملا خوب است. وقتی که رفتی از پشتی بلا نگرفت. ای زن نمکر آمد. تو سر ما ای زن بلا ساختی. چه باش زیاد بیادبی نکن. توبه بیادب خود تو هستی. ای زن سر من باقا بردی. ینگیت خانم خود ساختی. ای سایکو چاقوره برام نشان نته. چی میکردم دیگه. سه چیز برام در زندگیم با ارزش است. اولش تعلیم، دومش اقتصاد، سومشم برام اخلاق. بیادرم از دنیا رفت. دو طفلشان بی سرپناه ماند. اگه او را نمیگرفتم بین قریه بد اخلاق میشد. فهمیدی؟ بس کو میماندیش. یک لحظه تو پس شو. استاد شو طرف ما ببین. بیادبی نکو. گپایش واقعیت داره. گپ بزن زنکه. گفتم گپایش راست است یا نه ها؟ لیلا دختره؟ لیلا دخترم تو را چی شده؟ یک لحظه تو پس شو. حالا پس شو. لیلا صبر ما ببینم. تو پس شو. آرام باش که بفهمیم چی گپ است. آرام باش مادر، چیزی نیست. یک زخم کوچک است. تو را چی شده دختر؟ این چی وضعیت است ها؟ یا که اساکر بالای ما حمله کردن کاکا. چی؟ با مشکل خدا نجات دادم کاکا. ای که آژین چی شد نمیفهمم. آژین چی شد؟ طفل کجاست؟ ما چیزی را نمیفهمم کاکا. ما چیزی نکردیم کاکا. یکی خواهرم مرده ها؟ گپ بزن. یک لحظه صبر کن پس شو زنکه. بان که بفهمیم. طرف ما بیبی دختر یا که دستگیر شده ها؟ نمیفهمم کاکا. توبه. اگه دستگیر شده باشه اساکر حتما ازش گپ میگیرن. اگه درباره تو چیزی بگویا. ما چیزی نکردیم کاکا. اگه آژین چیزی بگویا او وقت دختر ما تو رو رستلان میکنه نمیقسمت. یک لحظه آرام باش. دعا کو که دستگیر نشده باشه. اگه نیده بلا میریم. بیبی اگه آژین همه چیزا گفت ما هیچ چیزا را نمیفهمم. هیچ چیز. اگه مرد موضوع دخیل بسازی یا سمینم ده بلا میتی. مادرتم خودم خوب به یاد داشته باشی. نه این قسم نمیشه. من میرم. با یک دو روز خدا گم میکنم خبر باشین. کجا میری ها؟ بیا دخترم بیا. با یک جای میرم دیگه. بیا زخمت ببینم. لباسایت تبدیل کنم بیا. آفرین آفرین بچه گود باشه. آفرین هنوزم کدام خبری نیست چطور؟ نخیر قماندان چند بار مخابره کردم. کشته شدن. تمامشان کشته شدن. ده هر جای اساکر بودن. از خاطر آژین اساکر همه جای ما سره کردن. چی شده؟
آژین کجاست؟ اساکر بالای مغاره عملیات کردن. ما مقابله کردیم اما هیچ کاری نتانستیم. دو جنگجوی ما کشته شد. آژین هم تسلیم اساکر شد. ما با مشکل جان خود نجات دادم. آژین به دست اساکر رفتید؟ از خاطر او آژین دو جنگجو کشته شد. او خود با اساکر تسلیم کرد. چوب باش. قماندا خیر است، چرا قدر عصبانی هستی؟ پرسان نکو دکتر، در مشکل بند ماندیم. رسیدیم. اینجا استادگاه آخر است. اگه میخوایی به بار آخر کوه ها را ببین. اوی اوی اوی. بیاین. خوش آمدی عامر صاحب. با اتاقم ببرنش. خوب تلاشیش کنین. جلیل امر کنین قماندان صاحب. این عمل چی معنا داره؟ ما به تو چی امر داده بودم؟ نگفتم که حرکت نکنی؟ اما قماندان صاحب ببینین. ما هیچ نمیفهم که چی قسم میشه؟ امروز یک شهید دادیم. نگفتم که تحمل بیشترش ندارم. و تو چی که؟ سلام بلند. شاجو را بکشه. قاعده بلند کنین. ماشه را فشار بده. عامر صاحب اینا در جیبش بود. بگو نامت چیست؟ با خاموشی چیزی به دستت نمی آید. طفلمتی خواهد شد. بیبی با این قسم نمیشه. نامتا بگو. تحقیق خلاص و از اینجا روانت کنیم. حال دیگه بگو نامت چیست؟ کدام آژین است؟ یک بار از بچه ها پرسان کنین. کد آژین کیست؟ بچه شما عامر صاحب. دهی چی ثبت است؟ دهی چی ثبت است؟ جواب بده. باید آژین از دست اساکر نجات بدیم. کامره عکاسی بسیار قیمتی است. به اندازه عکسی است که تمام ما را افشا می سازه. وقت کمره را پیدا کردن. تو آژین مثل خود لوده فکر کردی؟ او کامره مهم است. او آژین هم همه چیزه میفهمه. باید او را به یک قسم نجات بدیم. چاره دیگه نداریم. زنهار قماندان، با این کار به سازمان ضرر میرسانیم. وها آژین خود چیزی را نمیفهمه. 5 ماه شده که همراه ما کار میکنه. از بین میبرمت رشدا. حالا دیگه گم شو دیگه. رشدا راست میگه زینار قماندان. آژین چیزی رو نمیفهمه. قماندان مخبر مادر قریه درباره یک دختر به نام لیلا گفت. دختره که لباسای اساکر میشویه. ادامه بده دکتر. زنهار قماندان او دختر میتونه به راحتی داخل حوزه بره و پس بیه. او دختر با آژین طفلش آورده بود. آفرین دکتر آفرین. او دختر آژین از اونجا بیرون میسازه. او دختری را با آژین میده. قماندان در هر جای خواهر خودم میپاده. با دیدن یک گردنبند جایی که بخواهیم میآیه. ما هم در بدل آژین او را میدیم. او دختر چه قسم پیش آژین میره قماندان؟ به بسیار آسانی تو تشویش نکو بچه.
گوش کو اگه خواهرم چیزی شوه دل منم میسوزادم به حوزه رفته میگم که تو باجین کمک میکردی گپ مفهمیدی خبر باشی طفل بچه خود شد قماندان طفلت چی خواهد شد ها؟ طفلت چی خواهد شد ها؟ طفلت ها؟ طفلت چی خواهد شد؟ هیچ فکر نکردی که طفل عثمانه چی خواهد شد ها؟ تو هنوز پدر خودت بیانتان است گپ بزن جلیل بیادر نشان زنده کنارت کی بود؟ برات نگم که گردن بند عثمانه کی گرفت؟ جلیل بیادر مسئولیت زندانی را ما دارم لطفا رهایش کو ما ایریجا به خاطرتون آوردیم شفیق حالا گپ بزن کسی که گردن بند نگرفته نامش چیست؟ عکس بچه عثمان پیش کیست گپ بزن نمیفهمم قماندان یا گپ میزنی یا که مغزایت در دیوار باد میکنم صلاحیت پایین کو جلیل بیادر بار آخر ازت میپرسم کی گردن بند نگرفته او را رها کن جلیل گفتم رهایش کن قماندان سای جلیل با بار آخر برات میگم که او را رها کن یا گم راست تا هنوز خلاص نشده خارج شو عزیزم خارج شو هیچی هست دایی چی را ثبت کردی؟ دهیم عکس های طفل ما گرفتیم قماندان عکس ها هست وظیفه تو در سازمان چی بود؟ با زندان ببرینش بالای شاید اسکر را مضاف کنه با چشم قماندان صاحب ها شفیق به خاطر او دختر که فرار کرده بود در قریه اسکر فرستادی؟ بله قماندان صاحب بچه ها در تعقیبشان هستند او زند مثل که شخص مهم است زیاد متوجه باشین هیچ اشتباهی نمیخوایم با چشم قماندان صاحب صدای تنکشی که میکشمد لیلا تو هستی؟ آژین دستگیر شد اساکر او را به حوزه بردن برام بگو موضوع چیست؟ ما کاری نکردیم فقط طفل آژینه به مغاره بردم بعد از ها که آمدن پیش آژین یک کمره کسی بود دیدیش؟ به ما دادش به ما بدیش ده خانه است میارمش برو عجله کن بیا قماندان صاحب از قلوردو فرستاده شده دوستی او خانم است وای 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 یعنی که این خانم عکاس اونا بوده ها؟ حال موضوع تغییر کرد با جلیل بگو به زندان بیار فهمیده شد قماندان صاحب آوردمش آژین باید از دست اساکر نجات بدیم تو هم با ما کمک میکنی من هم میتونم مرا مشناسن گپ نزن سازمان میفهمه که داخل حوزه شده میتونی داخل میری و ایره با آژین میتی نمیتونم برای دستگیر میکنن اگه او را نجات ندی دستگیر میشی معلوم دار که تا به حال آژین گپ نزده اگه نی وقت را میگرفتن اگه نمیخوای دستگیر شو چیزی که من میگم انجام بدی نمیتونم بیادر من میترسم تو یا خواهر داری دختر
نامشم یاسمین است ها؟ اگه گپای من انجام ندی سر قبر و گریه خود کدی فهمیدی؟ باوزه میری دو وقت کاری میشه که کسی انتظارش نداره و دیگه ای که ایره باجین میتی فهمیدی دختر؟ فهمیدم. باز کن. نیلگون بوسکیت متولد 1974 5 سال قبل از قریه برآمده. وظیفه‌اش در سازمان مسئول رسانه است. اشخاص مهم و جلسات مهم عکاسی میکنه. با آخرین باری خانم در سال 1997 عکس کنفرانس منطقوی را گرفت، یعنی 3 روز قبل. خب او کمره کجاست؟ دختره که فرار کرد کیست؟ گپ بزن. میشه یک زندگی نو برات بسازی و همیشه پیش طفلت باشی. ببین چیز با پنهان کردن نمانده. بعد از این چیز را که پنهان میکنی برات کمک کردن نمیتونه. بهتری است گپ بزنی. واقعیت داره قماندان. 5 سال قبل از اینجا برآمدم. از خاطر رسم و رواج شوهرم مرد. به خاطر نجات طفل خود با ترور سایه جا شدم قماندان صاحب. من دیگه چاره نداشتم قماندان صاحب. بالای ساکر فر نکردی. و عثمانه به خاطر کامری عکاسی او را کشتی. من فر نکردیم قماندان صاحب. گپایتان راست است. من مسئول رسانه هستم. توسط او کامera عکس میگیرم. کامera کجاست؟ پیشی دختری که فرار کرده. وقتی که فهمیدم دستگیری میشم به او دادم. او دختر کجاست؟ و او کی است؟ در نزدیکی قریه را در پایش گم کردیم. زخمی بود. بدبختانه باز هم فرار کرد قماندان صاحب. امکان نداره از قریه خارج شده باشه. شاید دختر همین قریه باشه. او دختر را پیدا کنین جلیل. یک چند نفر عسکر را دگام روان کن. بچشم قماندان صاحب. به اجازت نکن. بالاخره گپ خود زدی. دختر کی بود؟ من چیزی را نمیفهمم قماندان صاحب. درست است که مسئول رسانه هستم. عکس اشخاصی که در کنفرانس اشتراک کرده بودن گرفتیم. حتی خارجی ها هم بودن. اما چیز دیگر را نمیفهمم. دقت! افسر امر کنن قماندان. همراه 2 عسکر بگی در قریه هر قدر دختری که هست تمامشان دستگیر کنین. تمامشان. بچه شب قماندان صاحب. متوجه باشین اشتباه نکنین. منتظر امر باشین. زینهار قماندان آماده هستیم. منتظر امرتان هستیم. تکرار میکنم منتظر امرتان هستیم. درست است. تا که امر نشده حرکت نکنین. جواب بده باران. وضعیت شما چطور است؟ جواب بده باران. همه چیز خوب است، مشکلی نیست، هدف دراز. کم مونده کم. سلام لیلا خواهر. سلام. آمدیم که تو را ببریم لیلا خواهر. ما همراه ما میری؟ امر قماندان ماست. چرا جرم ما چیست؟
شما کدام جرمی ندارین خواهر. ما آمدیم کسی کمک بخواهیم. در جستجوی یک دختر تروریست هستیم که به قریه فرار کرده. زخمی است. فکر میکنم در قریه پنهان شده. دخترای قریه را کنترل میکنیم. خوب ما چی کده میتونم؟ او دختر تروریست زخمی است خواهر. به حیث یک خانم. تو را مشناسیم، بالای تو اعتماد داریم خواهر. درست است، میبینیم. یاسمین تو هم اینجا بازی کو، ما پس میایم. درست است؟ خلا جانم. مادرت فریب میدیم. درست است؟ درست است؟ بیا. عامر صاحب جلیل، تمام دخترای قریه را در خانه جمع کردن. عامر صاحب درست است. تو همیشه باش، منتظر امر میباشی. فهمیدی؟ بچه شما عامر صاحب. نکنین، لطفا این کار نکنین. لطفا طفل من رها کنین. او هنوز بسیار کوچک است. نکنین. طفل من برم بتین. من بزر میکنم قماندان. من بزر میکنم طفل من برم بتین. کامرا پیش او دختر است. قماندان، ما بالا حسا گر پر نکدیم. چرا نمیفهمین؟ امیجه از خواهر. حال تو داخل رفته. میبینی که زخم کدامشان تازه است. فهمیده شد؟ دختر تروریست از ناحیه بغل زخمی شده. تمام دخترها را میبینی که قسم زخم دارن یا نه؟ حالا خواهر. درست است. کدام خبری است؟ دخترها داخل است. حال معلوم میشه. تو رو میجا آوردن لیلا خواهر؟ نه خیر، ما به خاطر شما آمدیم. با جستجوی یک دختر تروریست هستن. ما میفهم که شما بیگناه هستیم، اما ساکری رو نمیفهمن. قربانت شوم قماندان. هر سوال که کردن جواب دادم. من چیز دیگر رو نمیفهمم. طفل من برم بدل. طفل من برم بدل. گوش نشده. طفل من اذیت نکنین. او زیاد خورده است. ناحق زد نکن. طفلت خودت اذیت میکنی. بگو تا نجات پیدا کنه. و دیگه یک قسم که میکنی بارو دیگه طفلت دیده نمیتونی. حالا گپ بزن. او دختر کی بود؟ نمیفهمم قماندان صاحب. نمیفهمم. من سر طفلم قسم که هیچ چیز نمیفهمم. ما فهمیدم. تو گپ نمیزنی. لطفا قماندان صاحب، قربانت شوم این کار نکن. چیز پیدا کردی؟ نه خیر، دخترها هیچ کدامشان زخمی نبودن. تمامشان دیدی؟ بله دیدم. هیچ کدامشان قسم زخم نداشت. درست است. تمامشان اجازه بده که برن. صبر کو. میفهمی؟ در جستجوی خانم زخمی هستیم. اگر کسی دیده یا شنیده با ما خبر بده. براشان بگو. شفیق، زندانی را روان کن. کار ما خلاص شد. کار طفل هم خلاص کن. با یتیم خانه تسلیمش بده. درست است قماندان صاحب. لطفا نکنین قربانتان شوم. مزمزتان نکنین. براتان گفتم چیز را نمیفهمم. براستی که عامر صاحب جلیل عقل خود از دست دادم. جلیل کجاست ها؟ با عملیات رفته قماندان صاحب.
عملیات چی؟ تمام دخترای قریه رو در خانه جمع کردیم. برو و برام جلیل صدا کن. بچه‌شم قماندان عجله صاحب. کن. گلها چطور است خواهر؟ مقبول است، بریم. عقلت در سرت بگی جلیل. اینجا نماینده دولت هستیم. غیر قانونی کار کردن نمیتونیم. بیبی دیگه قسم کار تکرار نکنی. نماینده دولت هستیم اما قانون مقابل ما دروغ، حیله و نیرنگ است قماندان صاحب. طرف ما بیبی جلیل به لباست احترام قائل هستم. بار دیگه اگه تکرار شد جلیل ایرا بفهم که جزا میتومد. گپ فهمیدی؟ سرباز بیادر. بفرمایین خواهر. خواهرم به قماندان گل آورده. به کاکا قماندانم. وای قندم، وای این گلا چقدر مقبول است. هدف آماده از قماندان. بیا. عمل کنین قماندان صاحب. شیرم تو چطور هستی؟ خوب هستم، تشکر. بشی. قماندان صاحب. بشی بچه. خیرت است شیرم. در این روزا کم و خطا معلوم میشی. کدام مشکل داری؟ در فکر مادرم هستم قماندان صاحب. زیاد دق شدی؟ بله دق شدیم اما تصمیم گرفته اینجا بیایی قماندان صاحب. تا وقتی که اینجا هستم هم اینجا می باشه. قلب مادر است دگم. غمگین نباش. منصرف شده نمیایم. به زودای قریه چرا بیایم؟ میایی قماندان صاحب. حرکت کده. فهمانده نتونستمش، میخوایم اینجا باشه. چه خواستم بگویم؟ امکان نداره. میایی قماندان صاحب. نمیفهمم چی کنم. بر صورت یک بار بیایم یک راه حل برش پیدا میکنیم. برو دگم. برو هوای تازه بگیر. زیاد پریشان نباش. بچه‌شم قماندان صاحب. خیرت از خواهر، شما اینجا چی میکنین؟ دل خواهرم آرام نبود. با قماندان صاحب گل جمع کرده بیادر. ما هم گفتم اگه لباس های چرک باشه. دیوانه شدی خواهر. از کریم از بین میبری ها. اگه قماندان خبر شه با خدا قهر میشه. ها درست است، فراموش کرده بودم. نترس، بار دیگه نمیگم. درست است. تو اینجا منتظر باش. ما دختره برده پس میایم. حالا بیا. بیا. یک میمانی کوچک داریم قماندان صاحب. اوه یاسمین تو دیگه از کجا شدی؟ بیا آفرین. بیا دخترم. بیا بشی. بیا آفرین. اینا را به شما آوردیم بیادر. اینا را تو به ما آوردی؟ بله. بسیار مقبول است. بوی خوبم داره. بردمش خواهر. حبیبی وضعیت خوب نیست. از اون خاطر اینجا زیاد نباش. یک تروریست دستگیر کردیم. کمی پسانتر پیش خواهرت برو. زود برو خواهر، قربانت شو. برای که قماندان صاحب تو رو نبینه. متوجه باشی. اگه پای لباسا رو نزنی فهمیده شد. درست است فهمیدم. برو دیگه. حالا خواهر جان، خداحافظت. هدف مشخص است.
آماده فایر. حمله. حالا هستم تو بیا اینجا بیشی. بالای ما حمله شده. مشنوین عجله کنین موضع بگیره. حمله شده. به قماندان خبر بده. عجله کنین باشه. نبینین فایر کنه. حسن چی میکنی بچه؟ فایر کن. آژین. لیلا تو اینجا چی میکنی؟ یا که اینجا سازمان روان کده آژین. لطفا درباره ما چیزی نگو آژین. قربانت شام درباره ما چیز نگو. لیلا تو ما برم نمیکن آژین. من مره نگیری. فایر باز کنه. گردن بنده به قماندان بده. او را حتما زیر تپه سرخ روان کو. یاسمین قربانت شو. نتر جان خواهر. از طرف که فایر میشه دو ساحه را کنترل کنین. با چشم قماندان صاحب. یک حمله عادی نیست. شاید کدام نقشه دیگه داشته باشن. متوجه باشین. با چشم قماندان صاحب. بریم یک بار ببینیم و احمقا کی بودن. فرار کردن قماندان صاحب. کجا آمدن که حالا فرار کنن؟ شاید یک حمله پلان شده باشه. تو متوجه ساکر باش. با چشم قماندان صاحب. قماندان صاحب اگه طفل میپالین و همراه خواهر خود از اینجا رفته. این احمقا را تو بیبی. یکی در روز روشن حمله کردن احمقا. حتما کدام پلانی داشتن. چی شده خواهر جان؟ تروریست آمده؟ نه جان خواهر. اساکر بین خود فایر میکردن. تو نترس. لیلا آفرین کارتا خوب انجام دادی. سازمانی را فراموش نمیکنه. حال دیگه از اینجا برو. چیزی نیست قماندان صاحب. از تپه مقابل فایر کردن و رفتن. چرا این کار کردن جلیل؟ هیچ مفهوم نداره. حتما اینا کدام پلان ندارن. قماندان صاحب خانم زندانی شما را صدا داره. میگه مهم است. قاعده کش کنین. یک دقیقه وقت داری. نه وقت داریم و نه تحمل داریم. حالا گپ بزن. ایجا تو را به خاطر خود نخواستیم قماندان صاحب. به خاطر تو. تو چی گفته میری ها؟ خواهر گم شدید پیش رئیس نهار از قماندان صاحب. به همین خاطر تو قدر فکر کردی ها؟ تو مرا احمق فکر کردی ها؟ نمیفهمم. احمق هستی یا هوشیار هستی؟ خودت تصمیم بگی.
بیبی من بر چی آورده؟ ای از ماست بیادر. بله. بسیار ممنون است. خواهرم کجاست؟ خواهرم کجاست؟ گپ بزن. کجاست؟ قماندان صاحب رهایش کو. میمره قماندان صاحب میمره رهایش کو. خاطر خواهرت زنهار خبر میده. قماندان صاحب او زنگ زده. زنهار همراه شما گپ میزنه. امر شفیق امر کرد که با شما خبر بده. موضوع حل شد. درست است باران. جایی را که برات گفتم بری. اگه این پلان ناکام شد دیگه شروع میکنیم. درست است اینار قماندان. زود گپ بزن ما رو زهر گین. ای قسم نگو قماندان. بیبی ما در فکر تو هستم. در فکر تو، در فکر خواهرت، در فکر خوشی فامیلای شما هستیم. زیاد گپ نزن. قماندان یک امانتی ما پیش تو است و یک امانتی تو پیش ما است. در این وضعیت گپ منطقی است که اینا را تبادله کنیم. ما به نام رحم چیزی را نمیشناسیم. زود تغییر میکنیم. اما توی قسم نیستی. میفهمی؟ بیادر لطفا مرا از اینا نجات بده بیادر. چه باش دختر اگر میکشمت. بیادر زهرا نجاتم بده بیادر نجاتم بده. در جستجوی خواهرت زهرا هستی نه؟ خوب است او پیش ما است. اما بعد رو اخترام میزن. اگر میخوایی برات روانش میکنم. اما آرژینه رها میکنی. بعد فردا در تپه سرخ میایی. اما تنها خواهرت در اوجه منتظر تو میباشه. لطفا نجاتم بده بیادر. زهرا را رها کنه. حساب ازی را میپردازی ما رو زهرگین. زهرا قماندان صاحب خوب هستین قماندان صاحب او احمق دروغ میگه. یک دوم از قماندان صاحب. حاله او قماندان فریبی را نمیخوره. پس ما آمادگی خودم میگیریم دکتر. ما زیاد وقت نداریم. با عجله میریم. بگو آماده شوند. میریم. فهمیده شد قماندان صاحب. تو هم کسایی که با تپه سرخ میرن روان کن. اگر قماندان اونجا بیایه کارش تمام کنن. اطاعت میشه قماندان. بالای اساکر عملیات میشه. این یک فرصت خوب است. وازی باید استفاده کنیم. در جریان عملیات تسلیم اساکر میشه. آماده هستی؟ آماده هستم بیادرم. از این قسم زندگی خوب است. همون جنگجویی که به اساکر تسلیم شده بود بیادر. اساکر حالی رهایش کرده. دیدی هیچ چیزی نخواد شد. باز کن. فکر میکنی با آسانی نجات پیدا میکنی؟ ای گردنبند از کجا کدی؟ ای گردنبند کی بر داد بگو؟ ما چیز را نمیفهمم. خواهرت پیش زنهار است. ما و طفل مرا حاکو. باز تو هم میتونی به خواهرت برسی. طفلم او را اذیت میکنن قماندان صاحب. طفلم اذیت میکنن قماندان صاحب. طفل مرا ها کنن قماندان صاحب. او یک طفل است. به کسی ضرر نرسانده. طفلم او را گریه ندید. او را اذیت نکنید. او را اذیت میکنن. رهایش کنین لطفا. گپ بزن.
اگر نه بار دیگه طفلت دیدن نمیتونی. رهایش کنین قماندان صاحب، برات عذر میکنم. بس کنین، بس کنین، براتان میگم. یک دام از قماندان صاحب، او خواهرت پیش زنهار نیست. با تو دام جور کردن قماندان صاحب. گردن بند از کجا کدی؟ درباره طفلت فکر کو آژین. درست است قماندان صاحب، براتان میگم. اول به ما وعده بده که طفل ما به مادرم میتی، او را به مادرم میتی. برو شیرم، مادری را بیارین. بچه‌شم قماندان صاحب. درست است، طفلت پیش مادرت میباشد. حالا دیگه نوبت توست. گردن من نزن ها روان کده. یک پلان شوماست. او خواهرت پیش زنهار نیست، برات دام ماندن. خوب و دختر که از مغاره فرار کرد، او کیست؟ طفلم. دخترم تو کجا بودی دخترم؟ از تشویش کم بود بمرم. با من انفجار کرد مرمی فرشت کجا بودی؟ به حوزه رفته بودیم. با کاکا قماندانم شیر میبرم، وعده دادیم. آمدن این حالا خیر نیست. یعنی که آژین بیچاره به خاطر تو دستگیر شده چه تو؟ خواهر ما خانم شیاره کار داریم. همی احساس کر بیادر. قماندان صاحب تو را و مادرت حوزه خواستم. وای مرام. بیادر باز کن. دستت چیز بیادر؟ ایره چی میکنی؟ به تو آوردم بیادر که بعد از پیره بنیشی. توبه باز کو الا. توبه جان مادر فدایت شوه. اوی مادر صدقیت شوه. بیا. اوی جان مادر. شیر آورده مامر صاحب. با مادرش بده که طفل گریه میکنم. بیگی خواهر جان. زنده باشی بیادر جان. تو کجاسی بیادر جان؟ یک دفعه خو مادر زنگ زد که بچه‌م کجاست؟ کجا بودی؟ حالا برو که منتظرت است. اینجا میای بیادر. بیا کسی زنگ زدن تو دیگه نجات پیدا کنم. ما بیخی خسته شدیم. برو حالا گپ بزن. با بار آخر ازت میپرسم، دختر که از مغاره فرار کرد کی بود؟ او گناهی نداره قماندان صاحب. تنها طفل ما به ما آورده بود. خوب است، بیازو ما با مردم بیگناه کار نداریم. لیلا هست، دختر شیار. بچه‌شم قماندان صاحب. چیزی را که میخواستن رسید قماندان صاحب.
اینجا چی میکنی؟ چی میخوری؟ چی میپوشی؟ من خو یک اسکر هستم، هر وقت خدا کنارت بوده نمیتونم. شیرینی را که دوست داشتی برات خریدم بچیم. همراه دوستایت بخوری. کدام چیزی دیگه هم میخوایی؟ ها بچیم برات پله هم میارم. او را هم با دوستایت یک جای بخور جان مادر. مادر من با وظیفه میرم. خیره برگرد. من دوباره نمیرم. ناحق اصرار نکو. گفتم که من میایم. هنوز هم نمیفهمی بچیم در قار خدا نشی؟ سلاها بلند شاجو را بکشه دوباره بندازه قایده کش کنه. دختر بدبختم، دخترم. حال تو را چی خواد شد آجین دخترم؟ خلاص شد مادر، دام اینجا بود. جزایم هرچی که باشه راضی هستم. دیگه چاره ندارم. آرام باش بچین به تو امانت باشه مادر. از طفلم خوب مواظبت تو هم زیاد متوجه خود باشی دخترم. دختر قندم. بس هست آرام باش. در موتر بالا شوه. قماندان فریب نخور. نامد موترها بر آمده. مخبر بر ما خبر داده؟ ناوقت کدیم. تشویش نکو باران. اجازه نمیدم که آجین چیزی شم. حالا دیگه بزنه امانش بزنه آفرین. حالا دیگه لعنتی دول بزنه. آفرین. نام خدا مثل شیر جنگ میکنه. مثل شیر چی میکنه؟ او چوچه مرغ چوچه مرغ. اگر گرگان بیاری برش طاقت نمیکنه. چی بزنه؟ بزنش بچی آفرین. بزنش دیگه. در قار خدا شوی. او دانه هایی که به تو دادیم حرام باشه. از اینجا که رفتیم حلالت میکنم. پایسر فراموش کردی تو. میبینی نه میبینی؟ اگه میخوای چانس با کامسایی امتحان کن. هیچ پیسه نمون. چطور خود شد؟ بیبی ما با تمام پیسه شرط میزنم. تو هم یگان چیز زبان. هیچ چیز نمونده. لیلا بیادر زاده بالای او شرط بزن. او خواست نه؟ لیلا دور شو. ادامه بتین. یاسمینه ندیدی دخترم؟ ما پیداش نکردم. نه خیر مادر ندیدیمش. یاسمین؟ یاسمین؟ داره چی شده یاسمین دخترم؟ یاسمین بلندش کو لیلا، بلندش کو. یاسمین دخترم دروازه را باز کو. باز میکنم بیا. یاسمین دخترم. بلند شو خواهر. بلند شو. خوب هستی؟ افگار خانه شدی خواهر؟ نه خوب خواهر ما اینجا خانه با نام لیلا را میپالیم. شما خانهشان دیدین؟ نه خیر ندیدیم. بریم. یاسمین کاکا رمضان قربانت شام کمک کو به شفا خانه ببریمش. بیا عجله کو بیا. بیشی زود کن. یاسمین جان خواهر عجله کو کاکا رمضان. درست است. تو خوب میشی جان خواهر. عجله کو کاکا، عجله کو.
تونا یا وزیک امانتی را گرفتی؟ نه خیر یا وزیر در خانه خود نیست. همه جای ببینه حتما در یک جای هست. او گناهی نداره قماندان صاحب، لطفا اون رو رها کنین. کارابنار حالی حرکت میکنه بیادر. بله ها خاله بالا شو زود شوین حالا بالا شوین. امیجی هستن؟ امیجی حمله میکنی؟ زنده باشه آجینه زنده میخوایم باران. حالا معلوم میشه. فردا که ببینم. و قسمتم 5 4 9 خوب است ها؟ چطور است؟ فردا حالا میبینم. تو لعنتی 11 لیلا از مشهد متوجه باشه کدام اشتباهی نکنی. وای مادر، اینجا جاهای خیلی مقبول داره به خدا. وای این کوه رو ببین. میفهمی خواهر بچه من قری شما اسکری میکنه. او را میشناسی؟ هیچ ندیدیش؟ نام خدا بسیار قد بلند داره. ما ندیدیمش. نامش ممیش است. شناختیش؟ نه خیر. نام تو چی است خواهر؟ نام ما دو است. حوال. حوال؟ حوال. خوب است خوب است. مقبول است. ماشاءالله. خوب است که زمینه. هوا. یاسمین قربانت شم خواهر جان. یاسمین جان خواهر خوب استی جانم؟ خوب استی؟ ها هیچ تشویش نکو کاملا خوب استی کاکا. زیاد فکر نکو دیگه. اگه ضرورت شد نزدیک اوزا برات یک خانه جور میکنم خیر و خلاص بیادر. متوجه باش بیادر که این بار اشتباه نکنی. فهمیده شد یا نه؟ چقدر رای دیگه مانده هوا؟ کم، بسیار کم مانده. بشنو هوا، تو بچه داری؟ نه خیر، دختر دارم. ماشاءالله. در استانبول کار میکنم. تحمل کو جان خواهر قربانت شم. تحمل کو حال میرسیم بخیر. جانم جان خواهر چی شده کاکا رمضان؟ نمیفهمم. پاس شوین رابطه میایه برشان دل نمی سوزانی. اگه یک نفرم زنده بانه من شما رو میکشم. کماندان یک موتر دیگه میآید. راکت چی؟ اول تو فایر میکنی هدف اشتباه نمیکنی. باران بدون آژین دیگه کسی زنده نمونه.